وقتی شما درباره بی‌اعتمادی به دولت مرکزی صحبت کردین، از اونور من به فکر این گروه‌های مسلحی هستم که متاسفانه در استان سیستان و بلوچستان تعدادشون زیاد هستش. شما به نظرتون خب ممکنه این خودش یک معضلی باشه که شاید در دوران گذار خودش یک چالش بزرگی باشه که برای به وجود آوردن یک محیط آرام و یک صحبت به قول معروف آرام دو جانبه انجام بگیره. شما به نظرتون چه کارایی میشه انجام داد که جلوی این گروه‌های افراطی و مسلح گرفته بشه؟ بله، و ببینید خب در مورد گروه‌های مسلحی که در بلوچستان حضور دارن یا وجود دارن، خب اولین نکته این هستش که باید به اون توجه داشته باشیم در مورد گروه‌های مسلح، اینه که باید در نظر داشته باشیم که این افراد در واقع خارجی نیستن یا غریبه نیستن که از کشورهای دیگه اومده باشن یا مثلا از یک طیف دیگه باشن. در واقع این افراد فرزندان همین سرزمین هستن، فرزندان بلوچستان هستن، جوانانی که به خاطر در واقع سیاست‌های مرکزگرایانه، تبعیضات سیستماتیک و سرکوب شدیدی که در واقع انجام شده، نبود آزادی‌های مذهبی و دردهایی که در واقع کشیدن به این نتیجه رسیدن و تنها راه در واقع به این نتیجه رسیدن، تنها راهی که مثلا انتخاب کردن، یعنی هیچ راهی نداشتن جز برداشتن سلاح برای دفاع از هویت، کرامت و معیشت خودشون. یعنی تنها راهی که انتخاب کردن، یعنی تمام راه‌ها رو رفتن و به این نتیجه رسیدن که بدون سلاح نمیتونیم در واقع در مقابل مطالبات خودمون رو بخوایم و در مورد اونا مثلا به نتیجه برسیم. و این نکته هم نباید پنهان بشه که در واقع گروه‌های مسلح بلوچ برای حق‌خواهی حتی در زمان پهلوی هم وجود داشتند. این نیست که فقط در زمان جمهوری اسلامی در واقع این گروه‌های مسلح به وجود اومدن و قبل اون فعالیتی نداشتن. در دوران جمهوری اسلامی هم از ابتدا بودن، چرا که در واقع سابقه در واقع مرکز، سابقه تهران در واقع نشون میده که در واقع این سرکوب‌ها و کشتاری که انجام شده باعث شده که در واقع این گروه‌های مسلح به وجود بیان. و اگه از سال 1307 در واقع شمسی نگاه بکنیم تا الان، حقوق مردم بلوچ چه در عرصه سیاسی، چه اقتصادی و حتی در عرصه فرهنگی به رسمیت شناخته نشده و امروز هم شاهد در واقع چنین وضعیتی هستیم. اسلحه در واقع انتخاب اول نبوده، بلکه آخرین راه رو در واقع برای مقابله با بی‌عدالتی این افراد در واقع برگزیدن و انتخاب کردن. خب بنابراین تو دوران گذار هم اگر ما بخوایم هم امنیت تامین بشه و هم یک در واقع تعادل انسانی و حقوق بشری داشته باشیم، راه حل در واقع سرکوب نظامی نیستش. و اون چیزی که متاسفانه در فضای مجازی از طرف برخی گروه‌ها و افراد در واقع بارها دیدیم و می‌بینیم که عنوان میکنن که سرکوب نظامی در صورت در واقع عدم اطاعت مردمان بلوچ باید گزینه مثلا سرکوب نظامی رو پیش بگیریم. در واقع این همون سیاستی هستش که در واقع در دو حکومت شاه و شیخ اتفاق افتاده ولی نتیجه در بر نداشته و راه حل این در واقع فضای گفتگو در واقع باعث بازگرداندن اعتماد و تضمین حقوق اساسی مردمان بلوچ هستش که اگه این ما خروج مهمی در واقع بازگشت این افراد به زندگی عادی رو ایفا میکنن و تا وقتی هم که یه جوان بلوچ احساس کنه که شهروند در واقع درجه 2 هستش و حقوق انسانی و قانونی اون پایمال میشه، خب در اداره بلوچستان و تصمیمات کلان و ببینه که در اداره و تصمیمات در واقع سیاسی که در بلوچستان گرفته میشه هیچ سهمی نداره و در واقع به عامیانه بگم استعمارزدگی رو احساس کنه، گروه‌های مسلح در واقع برای بخش بزرگی از جامعه بلوچستان همچنان مشروعیت دارند و مشروعیت خواهند داشت.